سلام، به کانال من خوش اومدین. اینجا جاییه برای چند دقیقه آرامش، برای شنیدن قصه هایی از عشق، زندگی، دلتنگی و امید. من اینجام تا هر بار داستانی تازه براتون تعریف کنم. داستانی که شاید شبیه خودتون باشه یا شبیه کسی که میشناسین. پس اگه آماده این، بریم سراغ قصه امروز. زهرا برای عید موهای پرپشتشو عروسکی کوتاه کرده بود و با یه هایلایت عسلی رنگ از قبل هم زیباتر و شیکتر به نظر می رسید. فقط چند ساعت تا تحویل سال وقت داشت. وسایل سفره 7 سین و میوه‌ها و شیرینیایی که به شکل زیبایی بسته‌بندی کرده بود تو صندوق عقب ماشین گذاشت و به سمت روستا به راه افتاد. در مسیر زندگیش رو برای شما تعریف میکنه. من زهرا هستم. 10 سالمو توی روستا زندگی میکنم. خونه ما یه حیاط قشنگ داره با 2 اتاق. گوشه حیاطم توالته. تو زیر زمین یکی از اتاقا هم انبار و آشپزخونه ما قرار داره. مادرم همیشه میگه خونه هر چقدر کوچیک باشه، اگه تمیز باشه دل آدم توش گرم میشه. برای همین هر روز صبح وقتی من هنوز سرم رو بالش گرمه، صدای جارو کردن مادرم رو میشنوم. اون همیشه آجر فرش کف حیاط رو آب میزنه و جارو میکنه. اونقدر تمیز که وقتی آفتاب میتابه کنارای آجرها برق میزنه. برای پنجره ها هم پشت دریایی سفید دوخته که وقتی باد از لای اون رد میشه من حس میکنم پنجره ها نفس میکشن. اتاق بزرگمون پشتی داشت، همون اتاقی که شبا دوره هم میشستیم، بابا چایی میخورد و من تکلیفامو مینوشتم. اتاق کوچکترم مخصوص رخت خوابا بود که همه مرتب و تمیز روی هم چیده شده بود و با یه پارچه بزرگ پوشونده شده بود. مرتب بودن خونه نفس آدم رو راحت میکرد. تابستونا یه حوض وسط خونه داشتیم که مادرم آب میگرفت. یه هندونه سبز بزرگ گاهی داخلش بود و من دورش میچرخیدم و بازی میکردم. گوشه حیاطم یه درخت گل کاغذی داشتیم که وقتی بهار میشد گلبرگای صورتیش کف حیاط میریخت و من حس میکردم که بهار تو خونه ما جشن گرفته. اما از همه اینا قشنگتر بابای من بود. بابای همیشه خنده روم. پدرم کارگر زمینهای کشاورزی بود. آفتاب هر روز صورتش رو بیشتر چروک میکرد و دستاش زبرتر میشد. ولی وقتی عصر خسته برمیگشت بازم لبخند میزد. گاهی فکر میکردم خستگی بلد نیست رو صورت بابام بشینه. مدرسه‌م هم تو همون روستا بود. با دخترای همسایه مسیر خاکی رو تا مدرسه با خنده و شوخی میرفتیم. من عاشق درس بودم. دفترای نو، مدادای تازه تراشیده. معلمم میگفت زهرا تو میتونی شاگرد اول بشی. منم هر روز با شوق تکلیفامو انجام میدادم. آرزو داشتم معلم بشم، دکتر بشم که اوضاع روستامون بهتر بشه. اون روز هیچ وقت از ذهنم پاک نمیشه. صبح بود. یه صبح سرد زمستونی. هنوز خواب بودم که صدای همهمه و رفت آمد تو خونه بیدارم کرد. پتو رو زدم کنار و دویدم سمت پنجره. حیاطمون سفید بود. تا زانو برف اومده بود. فقط یه راه باریک از دم در تا اتاق بزرگه رو جارو زده بودن. زنای همسایه با چادرای تیرشون تو اون سفیدی رفت آمد میکردن. ژاکتمو تنم کردم، رو سریمو نصف نیمه انداختم سرم و پریشون دویدم بیرون. دلشوره افتاده بود تو دلم. نفسم بند اومده بود. هوا یخ زده بود. توی حیاط صدای زنهای همسایه رو میشنیدم. داره تو تب میسوزه. ماشین بگیریم ببریمش شهر. راه بسته است خواهر، برف و کولاک نمیذاره حتی یه موتور رد بشه. آروم وارد اتاق بزرگ شدم. پاهام میلرزید. مادرم تو رخت خواب بود و روش پتو کشیده بودن. یکی از همسایه ها به زور بهش جوشونده میداد. یکی دیگه داشت پاهاشو پاشویه میکرد. اما مادرم چشاش نیمه باز بود. مثل اینکه جایی خیلی دور رو نگاه میکرد. انگار صداها رو نمیشنید. انگار ما رو نمیدید. لباش تکون میخورد اما حرفاش معنی نداشت. صدای ناله ضعیفش هنوز تو گوشمه. زن همسایه‌ای که همیشه از همه چیز خبر داشت گفت بیچاره زن ذات‌الریه کرده.
اگه نرسونیمش بیمارستان دووم نمیاره. دلم فرو ریخت. نگاه کردم به بابام، دستش مشت شده بود. چیزی نمیگفت، فقط خم شده بود، لباش تکون میخورد. شاید دعا میکرد، شاید هم حرف میزد، ولی صدایی ازش در نمیومد. بیرون برف میبارید. شب که شد مادرم مظلومانه بی صدا نفسش برید. هیچ کس انتظار نداشت، انقدر زود، انقدر بی صدا، انقدر بی کس. انگار نور خونمون همون شب خاموش شد. همه چیز مثل یه خواب بد بود. یه خوابی که هر کاری میکردم بیدار نمیشدم. میون اون همه برف و کولاک مادرم رو بردم پشت قبرستان کوچیک رستا. همون جایی که همیشه از دور میدیدم و فکر میکردم از ما خیلی دوره. ولی اون روز خیلی نزدیک بود. من کنار بابام قدم میزدم، اما انگار زمین زیر پاهام نبود. هیچ چیزی رو درست نمیدیدم. نه آدما، نه بیلایی که زمین یخ زده رو میکندن، نه پارچه سفیدی که دور مادرم بود. فقط یه صدای خشداری تو گوشم تکرار میشد. بیچاره زهرا بیکس شد. نمیفهمیدم یعنی چی. بیکس یعنی چی؟ مگه بابا نداشتم؟ وقتی مامانمو گذاشتن زیر خاک، من نه جیغ زدم نه گریه کردم. فقط خشکم زده بود. انگار همه صداها از چند کیلومتر اون طرفتر می اومد. زنای همسایه مشغول شدن، حلوا پختن، خرما آوردن، چای چرخوندن. یکی میگفت دختر هنوز بچه است، الهی دلش بسوزه. اما من اصلا نمیفهمیدم باید چیکار کنم. نمیدونستم چرا دنیا از صبح تا حالا اینقدر تلخ شده. شب که شد همه رفتن. حیاطمون دوباره ساکت شد، طوری که صدای نفسهای خودمونم میشنیدیم. فقط من موندم و بابام. اون لحظه بود که فهمیدم بیکس شد یعنی چی. چشام پر شد. اول کم، بعد یهو زدم زیر گریه و حق گریه شروع شد. بابام بغلم کرد، دستای زمختش دورم حلقه شد. برای اولین بار دیدم بابامم با صدای بلند گریه میکنه. گریه‌ای که از ته دل بود، از ته سالها زحمت، از ته بیکسی. گفت دخترم نترس، تنها نیستی، بابا هست. ولی گریهش نمیذاش حرفش رو ادامه بده. من تو بغلش انقدر گریه کردم که خوابم برد. شاید از خستگی، شاید از ترس، شاید برای فرار از دنیایی که یک شبه بزرگم کرده بود. از وقتی مامانم رفت انگار روزا کنتر میگذشت. 2-3 ماه برای من انگار سالها گذشت. زنای روستا از همون روزای اول زیر لب با هم پچ پچ میکردن. بیزن که نمیشه، خونه‌ای که بچه داره بیزن نمیچرخه. باید یکی رو براش جور کنیم. من معنی خیلی چیزا رو نمیفهمیدم. فقط میدیدم وقتی از کنارم رد میشن نگاهشون پر از ترحمه. تو این مدت بعضی از روزا زنای روستا میخواستن که من برای نهار برم خونهشون، ولی من دوست نداشتم، خجالت میکشیدم. بعضی موقع هم برام لقمه میفرستادن. باباش شبا برام گاهی تخم مرغ نیمرو درست میکرد، گاهی نون و پنیر، نون و ماست. فقط میدونستم نمیخواد بذاره گرسنه بخوابم. دلم نمیخواست مدرسه برم، نه اینکه درس و دوست نداشته باشم. دخترها با هم پچ پچ میکردن، تا من میرستم ساکت میشدن. نگاهاشون عجیب شده بود. با همین بچگی میفهمیدم که ترحم اونا دردش خیلی زیاده. تا اینکه بالاخره بعد از 3 ماه زنای روستا برای بابام زن پیدا کردن. میگفتن از روستاهای دورتره، میگفتن پیر دختره. من معنی این کلمه رم نمیفهمیدم. فقط فکر میکردم حتما چیزی شبیه پیرزن، یه چیز ترسناک، ولی نمیدونستم چی در انتظار ماست. اون روزی که اون زن وارد خونمون شد هیچ وقت یادم نمیره. در حیاط که باز شد اول صدای قدم‌ها رو شنیدم. بعد چند تا از زنای همسایه رو دیدم که دور کسی جمع شده بودن. وسطشون زنی با چادر گلگلی سفید بود. به نظرم عجیب بود، چون فکر میکردم کسی که قراره جای مادرم بیاد باید خیلی پیر باشه، ولی اون پیر نبود. وقتی نزدیکتر شدم دیدم اصلا پیر نیست، اما هیچ شباهتی هم به مادرم نداشت. مامانم ظریف بود، صورتش سفید بود، گونه‌هاش همیشه سرخ بود. اما این زن درشت بود، زمخت بود، پوستش کدر بود، انگار آفتاب سالها روش نشسته بود. اخم نداشت اما لبخندم نمیزد، یه جور نگاه سرد و سنگین. یکی از زنای همسایه صدام زد، گفت زهرا جون بیا با زینب خانم آشنا شو.
نگاه کردم به زمین. دلم نمیخواست تو چشاش نگاه کنم. پاهامو کشیدم و رفتم جلو، فقط برای اینکه حرفشون رو زمین نذارم. اون لحظه بابام از اتاق خارج شد. چیزی که دیدم خیلی دلمو لرزوند. بابام کت شلوار پوشیده بود. کت شلواری که فقط تو عروسی‌ها یا عید نوروز از کمد در می آورد. چقدر مرتب شده بود. لبخند میزد، انگار امروز براش روز مهمی بود. دلم ریخت. یه چیزی مثل سنگ یه لحظه تو گلوم گیر کرد. تو حیاط همه خوشحال بودن، میگفتن، میخندیدن. دوره همدیگه میوه میخوردن، چایی میخوردن. بعد از غذا هم زنا شروع کردن به جمع و جور کردن. ولی من بی صدا از جمع دور شدم. رفتم تو اتاق کوچیکه، نشستم کنار رخت خوابا و سرم رو بین زانوام گذاشتم. فکر کردم بابامو که دیدم تو لباس نو و تمیز که چجوری به زینب خانم نگاه میکرد و لبخند میزد، از من فرسنگ‌ها فاصله گرفته. احساس کردم که اون دیگه بابای من نیست، یا من دیگه اون دختر سابق نیستم. زینب خانم زن بدی نبود. نه دعوام میکرد، نه داد میزد، نه چیزی میگفت که دلم بسوزه. ولی دوستم هم نداشت. از همون اول معلوم بود. دستپختش خوب بود، نونایی خوشمزه میپخت، خونه رو تمیز نگه میداشت. منم سعی میکردم زیاد جلو چشش نباشم، ساکت باشم، سرم تو کار خودم باشه. بیشتر مثل یه سایه بودم تو خونه. به فاصله خیلی کوتاهی 2 بچه پشت هم به دنیا آورد. از وقتی بچه ها اومدن همه چیز تغییر کرد. زینب خانم تمام حواسش به بچه ها بود. من جارو می زدم، رخت می شستم، تو پخت و پز کمک می کردم. اما هر کاری هم که می کردم بازم از من خوشش نمی اومد. غذای منو جدا می کشید تو اتاق کوچیکه تنها بخورم. دلش نمی خواست سر سفرشون بشینم. یواش یواش رابطم با بابام سرد شد. نه اینکه بابام دوستم نداشت، نه، اما همیشه خسته بود، درگیر خرج خونه، درگیر بچه ها. منو کمتر میدید، ازم کمتر چیزی سوال میکرد. مدرسه هم نمیرفتم. کتابای درسی رو از معلم روستا گرفته بودم و شبا گاهی نگاه مینداختم. هرچی بچهای زینب بزرگتر میشدن خونه شلوغ‌تر میشد. همه جا گریه، همه جا سر و صدا. و من بیشتر از همیشه به فکر فرار بودم. تا اینکه یه روز زن یکی از همسایه ها، همونی که هر از گاهی برام لقمه می آورد، اومد دم حیاط و گفت زهرا جون یه چیز بهت بگم. یکی از برادر شوهرام تو شهر کارگری میکنه، میخواد زن بگیره. راستش من تو رو معرفی کردم، گفتم دختر قشنگ و بسازیه. این دفعه که بیاد روستا جور میکنم همدیگر رو ببینی. من هیچ وقت یادم نمیره. اون لحظه انگار یه نور تو قلبم روشن شد. نه اینکه عاشق بودم، نه اینکه دلم میخواست ازدواج کنم، نه. فقط فکر کردم شاید مجبور نباشم دیگه تو این خونه زندگی کنم. شاید یه راه فراری پیدا شده باشه. اون روز همه چیز انگار با سرعتی بیشتر از همیشه جلو میرفت. هنوز آفتاب کامل بالا نیومده بود که علی رسید. چهرش خسته بود اما نگاهش آروم بود. همون آرامشی که من اون لحظه بیشتر از هر چیزی بهش نیاز داشتم. گفت طبقه بالای خونه برادرش یه اتاق دادن بهش که فعلا اونجا زندگی رو شروع کنه تا کم کم پول جمع کنه و مستقل بشه. راستش نه اتاق برام مهم بود، نه شهر، نه هیچی. من فقط میخواستم برم. میخواستم دیگه تو اون خونه نباشم. مثل یه بچه یتیم با یه ساک کوچیک که توش فقط چند تا لباس کهنه داشتم آماده شدم. وقتی عقد کردیم و وقت رفتن شد، بابام کنار در ایستاده بود. نگاه هم نمی کرد. فقط به جاده خیره بود. وقتی از زیر قرآن رد شدم، نیم نگاهی به صورتم انداخت. یه نگاه عجیبی که تا سالها معنیشو نفهمیدم. نه غم بود، نه دلتنگی، نه خوشحالی. انگار با خودش میگفت یه نونخور کم شد. همین. جاریم زنی بود حدود 30 ساله. چهرش همیشه کمی خسته بود. شاید چون بعد از 7 سال هنوز بچه دار نشده بود و زیر نگاه‌های مادر شوهر و فامیل زندگی میکرد. خونه اونه یک طبقه و حیاط دار بود. اما زندگی ما از سر راپله شروع میشد. کنار راپله یه اتاق 9 متری بود که اسمشو گذاشته بودن اتاق ما. کنارش هم یه دستشویی و توالت کوچیک که دوشم داشت. پشت در پشت بوم علی یه کابینت 2 در گذاشته بود، روش هم یه گاز 2 شعله. اونم آشپزخونمون بود.
داخل اتاق تنها چیزی که داشتیم یه دست رخت خواب بود. نه فرشی، نه کمدی، نه حتی پرده‌ای. ولی من با همه اینها انتظار احترام یا اتفاق عجیب و غریبی نداشتم. هرچی بود این زندگی من بود. شب اول وقتی چراغ کوچیک بالای در رو خاموش کردیم و روی رخت خواب نازک دراز کشیدیم، صدای باد می اومد. صدای موتور ماشینایی که از دور رد می شدن. صدای جاریم از تو حیاط. برای اولین بار ترس با امید قاطی شده بود. سخت بود، اما زندگیم بود. زندگی که هرچند کوچیک و خالی شروع شده بود، اما قدمای بعدیش رو میتونستم خودم بسازم. چند وقت بعد که رفته بودم کمی وسایل برای تهیه غذا بخرم، چشمم به تابلوی کوچیکی جلوی در رستوران افتاد. به کارگر نیازمندیم. رومو با چادر سفتر گرفتم و رفتم داخل. بوی برنج و پیاز داغ می اومد. پرسیدم برای کار اومدم. خانومم برمیدارین؟ یکیشون بدون اینکه نگاهم کنه گفت آره، برای آشپزخونه میخوایم، ظرفشویی و کمک آشپز. شب وقتی علی اومد و شام خوردیم، دلو زدم به دریا و گفتم علی اگه منم برم سر کار زودتر میتونیم مستقل بشیم. چیزی نگفت. چند لحظه نگام کرد. بعد گفت باشه، بعد شام بریم پایین، خودت به داداش و زنداداش بگو، فکر نکنم من فرستادمت سر کار. پایین که رفتیم نفسام سنگین بود. زنداداش داشت تلویزیون نگاه میکرد. وقتی حرفمو زدم نگاهش دقیقا مثل زنای روستا شده بود. ترکیبی از تعجب، یکم ترحم و یه ذره قضاوت. گفت خب اگه سختته نرو، تو شوهر کردی کارای خونه خودتو بکنن که بری برای مردم ظرف بشوری. اما من از حرفش نترسیدم. فقط یه چیز گفتم، میخوام کمک کنم زودتر مستقل بشیم. علی سرش رو پایین انداخت. داداشش هم چیزی نگفت، سکوت کرد. ولی تو همون سکوت من احساس کردم یک قدم محکم دیگه برداشتم. قدم دوم یه دختر تنها در شهری که هنوز برای من غریبه بود. 5 ماه تمام تو اون رستوران کار کردم. کار سخت بود و خسته کننده. مشتریا زیاد و ظرفا بی پایان. اما من راضی بودم. نهار میخوردم. گاهی اوقات هم یه مقدار غذا میدادم با خودم میبردم خونه. کم کم اتاقمون شکل گرفت. فرش خریدم. پنجره ها رو شستم، پرده زدم. چند تا بشقاب و لیوان و پارچه آب و پشتی گذاشتم کنار اتاق. اون اتاق 9 متری که اولش سرد و خالی بود با نفسهای من جون گرفته بود. چند تا گلدونم گذاشتم رو پشت بوم. شبا وقتی باد خنک می اومد زیرانداز مینداختم. با علی میشستیم رو پشت بوم، حرف میزدیم، چایی میخوردیم، از آینده میگفتیم. اما یه روز همه چیز عوض شد. تو رستوران داشتم ظرف میشستم، دستام تو آب گرم بود و سر تا پام خیس آب. نمیدونم کی صاحب رستوران از پشت وارد شد و منو بغل کرد. همه چیز فقط چند ثانیه بود، ولی برای من مثل یک دنیا سخت گذشت. خشکم زده بود. یه دفعه‌ای برگشتم، هلش دادم، نفس میزدم. بی صدا چادرم و کیفم و برداشتم و از رستوران زدم بیرون. خیلی ترسیده بودم. 2 تا چهارراه فقط دویدم. بعد نشستم رو پله جلوی در یک خونه. هوا سرد بود اما رو پیشونی من عرق نشسته بود. نگام رو زمین افتاده بود ولی تو سرم 1000 تا فکر بود. به علی چی بگم؟ چه بهونه‌ای بیارم؟ چرا نمیخوام برم سر کار؟ اگه راستشو بگم که دیگه نمیذاره برم سر کار. تو اون لحظه حس کردم تمام زحمات 5 ماه گذشتم دود شده رفته هوا. من از کار نترسیده بودم، از آدما ترسیده بودم. وقتی به خونه برگشتم به علی گفتم سینی لیوانا از دستم افتاد و خورد و خاک شیر شد. سابکارم انداختتم بیرون. علی یه ذره مسخرم کرد و خندید ولی من سریع ادامه دادم من دوباره دنبال یه کار دیگه میگردم. چند روز گذشت تا اینکه فهمیدم آرایشگاه محلمون دنبال کارگره. دلم روشن شد. محیط آرایشگاه زنونه بود. نگران نگاه‌های مردا نبودم. خبر از ناهار و غذا و این چیزا نبود. ولی کار بود. و این کار باعث استقلال من میشد. وقتی شروع کردم به کار تو آرایشگاه همه چیز برام جدید و جذاب بود.
محیط زنونه بود و شلوغ، پر از خانمای شیک‌پوش که حرفای تازه و هیجان انگیز می‌زدن. من علاوه بر نظافت و شستن حوله‌ها، پشت دست آرایشگرا هم کار می‌کردم. رنگ مو، سشوار، شستشوی موها، هر کاری که یاد می‌گرفتم دلم بیشتر می‌خواست ادامه بدم. گاهی خانم‌ها وقت رفتن یه پول جداگانه تو جیب من می‌ذاشتن و باورم نمی‌شد گاهی پولایی که اونا می‌دادن از حقوقم در ماه بیشتر می‌شد. برای همین من خیلی اونجا خوشحال بودم. اما همونطور که یاد میگرفتم کمی به خودم برسم، جاریم شروع کرد به حسادت کردن. به نظرش من باید مثل قبل می بودم. اون از این که من کمی شیک شده بودم ناراحت بود. سعی میکرد شایعه درست کنه، سر صدا را بندازه. حتی سعی میکرد علی نذاره من برم سر کار. ولی من دیگه از قبل قوی تر شده بودم. میدونستم که اگه بخوام مستقل بشم باید پشتکار داشته باشم. باید کار کنم. باید نذارم کسی جلو قدمامو بگیره. یه روز که از آرایشگاه برگشتم دیدم علی خونه است. خسته بودم، رفتم آب بذارم یه چایی دم کنم. شروع کرد چرت و پرت گفتن. یهو نتونستم تحمل کنم. برگشتم سمتشو گفتم چیه این زنی که حسود چی پرت کرده؟ فقط همین یه جمله کافی بود. دست سنگین علی محکم خورد تو صورتم. دیدم دنیا دور سرم چرخید و افتادم زمین. بعدشم با مشت و لگد افتاد به جونم. هر ضربه که میخورد تو جسم و جونم، تو دلم فقط یه جمله تکرار میکردم: با تو زندگی نخواهم کرد. طبق معمول گریه نکردم. من هیچ موقع به خاطر درد گریه نکردم. فقط فکر کردم از اینجا برم شبا رو کجا باید بمونم. صبح که رفتم آرایشگاه، ریحانه، همون دختری که من پشت دستش کار میکردم، فهمید حالم خوش نیست. پرسید زهرا چی شده؟ گفتم ریحانه فکر میکنی مهشید خانم بزنه من شبا همینجا تو سالن بمونم؟ با تعجب نگام کرد، گفت چطور؟ گفتم دیشب علی کتکم زده، دیگه نمیخوام باهاش زندگی کنم، میخوام طلاق بگیرم. ریحانه بدون اینکه لحظه فکر کنه گفت نگران نباش، بیا پیش خودم، من تو خونم همین دور و بر یه آپارتمان کوچیک دارم، اکثر اوقاتم تنها. همونجا دلم قرص شد. شب که برگشتم خونه، تو حیاط جلوی چشم برادر شوهر و جاریم رو به علی ایستادم. با صدایی که باورم نمیشد انقدر بلند باشه گفتم من با مرد بی غیرتی که دست رو زن بلند میکنه زندگی نمیکنم، طلاق میخوام. برادر شوهرم سکوت کرده بود، اما جاریم مثل همیشه صداشو برد بالا، رو به علی گفت خاک تو سرت، یه بی کس و کار رو از دهات آوردی، هار شده، طلاقش بده بره گم شه، چیزی که برای تو فت و فراوونه، دختر خانواده داره. حرفاش مثل سوزن تو قلبم فرو میرفت. اما همون حرفا علی رو شیر کرد و همین باعث شد طلاق ما بدون جنگ و دعوا خیلی راحت اتفاق بیفته. وقتی ازشون جدا شدم نه ناراحت بودم، نه پشیمون، نه ترسیده، فقط آزاد بودم. 3 ماه از زندگی کنار ریحانه گذشته بود. روزا آرایشگاه بودیم، شبا هم میرفتیم خونه ریحانه. اون ماشین داشت. آخر هفته هم گاهی میرفتیم بیرون، یه دوری میزدیم، یه غذایی میخوردیم، کمی آب و هوامون عوض میشد. زندگیم آروم بود، آرومتر از تمام سالهایی که پشت سر گذاشته بودم. هفته 2-3 شب یه آقایی به اسم بهرام میومد خونه ریحانه. معمولا شام میگرفت میآورد، میشستن حرف میزدن، میخندیدن. منم سعی میکردم زیاد جلوی چشمشون نباشم. میرفتم تو اتاق، کتاب یا مجله‌ای دستم میگرفتم، سرمو گرم میکردم. دیگه چادر سرم نمیکردم، سر وضعم هم عوض شده بود. اکثرا مجله میگرفتم میخوندم که اون 4 کلاس سوادم یادم نره. یه شب سر شام حرفا از این ور و اون ور رفت تا رسید به پول و خونه و کرایه خونه. بهرام رو کرد به من و گفت چند بار بری از شهر مرزی بار بیاری پول پیش خونه جور میشه. اول فکر کردم شوخی میکنه، بعد دیدم نه جدیه، انگار یه کار معمولیه، خیلی انجامش میدن. گفتم والا من که بلد نیستم. خندید گفت نگران نباش، اگه بروش باشی من برات جور میکنم. و همین ساده لوحی من سرنوشت 5 سال بعدمو روشن کرد. 2 هفته بعد راهی شدم، با چادر رفته بودم. طرف مرز که رسیدم یه ساک دادن دستم، گفتن رفتی تهران بهت میگیم چی کار کنی. سوار اتوبوس شدم. نیمه راه اولین ایست بازرسی منو ساکم از اتوبوس پیاده کردن.
بعدم انتقال دادم به پاسگاه. شب اونجا بودم، هیچ چیزی نمیفهمیدم، نه از جرم، نه از بار، نه از چیزی که تو اون ساک بود. صبح که منو بردن دادگاه، قاضی فقط نیم نگاهی بهم کرد و فهمید که از همه جا بیخبرم. فهمید که نه سواد دارم، نه سابقه دارم، نه حتی بلدم که بگم من بیگناهم. اما قانون دلش به حال کسی نسوخته. نخواستم بفهمن که من قربانیم یا شریک جرمم. خلاصه حکمم شد 5 سال زندان. 5 سال تو شهر مرزی، بدون ملاقات، بدون پول، بدون مرخصی، بدون حتی یه آشنا. 5 سال تمام در یه جهنمی که هر روز باید برای زنده موندن می جنگیدم. نه فقط با آدمایی که دور و برم بودن، با گرسنگی، با ترس، با تنهایی، با شبایی که از ترس خوابم نمی برد و با روزایی که انگار 1000 سال طول می کشید. 5 سالی که از من یه آدم دیگه ساخت. روزی که بلندگوی زندان اعلام کرد آزادم، حتی 1 ریال پول نداشتم از زندان که حومه شهر بود خودم به داخل شهر برسونم. با خجالت رفتم پیش یه خانومی که تو زندان بهش خدمت میکردم، رخت و لباسشو میشستم، ظرفاشو میشستم و اونم در مقابلش به هم گاهی غذا میداد یا رخت کهنه هاشو به هم میبخشید. پول قرض خواستم، گفتم قول میدم در اولین فرصت برگردونم. اونم چند تا تراول گذاشت کف دستم، گفت حلالت باشه نمیخواد برگردونی. سوار اتوبوس شدم و برگشتم شهر خودم. صبح زود بود که رسیدم. توی سالن ترمینال روی صندلی نشستم. به 5 سال عمرم که کم شده بود فکر کردم. مردم می اومدن می رفتن. کیسه کوچیکی که از زندان بهم داده بودن رو زانوام بود. داشتم فکر می کردم که چیکار کنم. کم کم شهر بیدار شد. اولین چیزی که فهمیدم این بود که جاریم و برادر شوهرم از اون محل رفتن. خیلی خوشحال شدم. واسطادم تا روزی ذره بگذره. آرایشگاه باز شد. رفتم سمت آرایشگاه. دلم میلرزید. نمیدونستم وقتی منو ببینن چی میگن. مهشید خانم با همون لبخند شیطنت آمیزش یه نگاه کرد، گفت خانم جان مرخصیت 5 روزه بود، 5 سال بعد اومدی. بی اختیار خودم هم خندم گرفت. دماغشو عمل کرده بود. پوستش این آینه میدرخشید. انگار چند سال جوانتر شده بود. سالن آرایشگاه رو هم بازسازی کرده بودن. آینه‌های قدی، نورپردازی‌های زیبا، خیلی قشنگ شده بود. از ریحانه سوال کردم. سرشو تکون داد، گفت نپرس بابا، با مشتری‌ها اینجا درگیر شده بود. عذرشو خواستم. نمیدونستم چی بگم. یواش به مهشید خانم گفتم کارگر لازم ندارین؟ مهشید خانم بدون یک لحظه مکث گفت اتفاقا چرا، کارگر فعلیمون بارداره، میخواد بره، از همین الان شروع کن. احساس کردم دوباره نفس دارم، دوباره آدمم، دوباره به درد میخورم. رفتم یه روپوش سفید آوردم تنم کردم. حس کردم پوست 5 ساله زندان رو دارم از تنم جدا میکنم. انگار تازه متولد شده بودم. از همون لحظه افتادم به کار. دستم تند بود. انگار 5 سال منتظر این لحظه بودم. حولا رو مرتب کردم. زمینا رو ساویدم. شیشه ها رو پاک کردم. هر کس منو میدید میفهمید که با چه عشقی دارم کار میکنم. بعدش هم رفتم پشت دست مینا خانم. آرایشگری که واقعا دستش طلا بود. ذوق داشتم. اونقدر ذوق که انگار 5 سال بیکار بودن، 5 سال خاموش بودن، حالا داشت یه جا آتیش میگرفت. من میخواستم همه چیزو برق بندازم. از سالن آرایشگاه گرفته تا زندگی خودم. جام درست بود، زمان درست بود و من برگشته بودم به زندگی. به ساعت تعطیلی آرایشگاه نزدیک میشدیم. اما هر کاری کردم نتونستم به مهشید خانم بگم که اجازه دارم شب اونجا بمونم یا نه. آرایشگاه تعطیل شد و همه رفتم، منم اومدم بیرون. هوا رو به تاریکی بود. بوی نون تازه پیچیده بود. یه نون سنگک داغ گرفتم، یه بسته کوچیک پنیر. رفتم گوشه پارک نشستم. همون نون پنیر ساده بعد از سالها انگار بهترین ضیافت دنیا بود. هر لقمش برام عینه مرهم بود. روبروی پارک مسجد بود. از آن که گفتن مردم یکی یکی رفتن داخل و نماز خوندن و برگشتن. آخرین نفر که بیرون اومد خادم پیر مسجد در و بست، چراغ بیرونم خاموش کرد. سکوت نشست و خیابون. هوا دیگه شب شده بود.
دل تو دلم نبود. فکر کردم اگه نرم اینجا کجا برم؟ بهتر از خونه خدا مگه پناهی پیدا میشه؟ رفتم جلو، چند تا ضربه زدم به در. بعد از چند دقیقه در باز شد. پیرمرد با تعجب نگام کرد. صدام میلرزید. گفتم بی پناهم حاج آقا، نذارین شب تو خیابون بمونم. مرد پیر نگاهی کرد که تا آخر عمر یادم نمیره. نگاش پر از مهربونی بود. گفت بیا داخل دخترم، چرا بیرون بمونی؟ منو برد داخل. زن پیرش هم اونجا بود. چادر گلگلی سرش بود و صورتش مهربون بود. گفت غذا میخوای برات بیارم؟ گفتم نخوردم، فقط یه جای خواب. داستان زندگیمو براشون خلاصه تعریف کردم، البته بدون قسمت زندان. حاجی اشک تو چشاش جمع شده بود. انگار دردای من از ته دل حس کرده بود. تو سالن نماز یه رخت خواب سفید و تمیز پهن کردن. چراغا که خاموش شد یه حس معنوی عجیبی نشست رو دلم. انگار بعد از 5 سال تاریکی پا گذاشته بودم تو یه تیکه کوچیک از بهشت. صبح که بیدار شدم سریع دست و صورتمو شستم، چادرم مرتب کردم. حاجی کنار حوض مسجد ایستاده بود. گفت دخترم تا وقتی سرپناه پیدا نکردی شبا بیا همینجا بمون. این حرفش یعنی این که من دیگه تنها نبودم. دیگه نگرانی شبها هم تموم شده بود. من اصلا دیگه مشکلی نداشتم. 4 سال تمام شبا میرفتم مسجد میخوابیدم. دیگه سالن نماز مسجد مثل اتاق خودم شده بود. گاهی بیرون یه چیزی میخوردم، گاهی هم یه خورده خرید میکردم، میرفتم خونه با حاج خانم غذا درست میکردیم. انگار بودنم برای اونا هم دلگرمی بود. چراغا که خاموش میشد تو اون سکوت و بوی مهر و عبادت مثل بچه امن خوابم میبرد. تو آرایشگاه هم کم کم تبدیل شده بودم به دستراست مرشد خانم. همه چی رو بلد بودم، از رنگا گرفته تا مواد کراتین، از تیغ زدن تا سشوارای حرفه‌ای، تا چک کردن تاریخ شامپوها و ماسکا. لیست خرید می نوشتم مرتب و دقیق. تا اینکه یه روز مرشد خانم بهم گفت زهرا جون میتونی بری سفارشایی که دادم رو تحویل بگیری، تاریخ‌ها و تعدادو چک کن. گفتم چشم. بعد از آرایشگاه رفتم بیرون، تاکسی گرفتم، نشستم عقب. راننده از تو آینه نگام کرد. قیافش آشنا بود. یکی از مردای روستامون بود. گفتم سلام آقا رسول. از تو آینه نگام کرد، فهمیدم منو نشناخته. گفتم زهرا هستم، دختر آقا رجب. یهو دستش روی فرمون صفر شد، چشاش گرد شد. گفت یا ابوالفضل، خدا پدر مادرتو بیامرزه، دختر کجا بودی؟ یه لحظه انگار دلم خالی شد. زیر لب گفتم پدرم چی شده؟ رسول گفت بابات با زنش و بچه‌هاش وقتی با مینیبوس روستا میرفتن روستای زنش، ماشین چپ کرد و 4 تاشون در جا کشته شدن. یه لحظه همه سالهای تلخی که پشت سر گذاشته بودم مثل یک فیلم سیاه از جلو چشمم رد شد. نه گریه کردم، نه صدایی ازم در اومد. فقط انگار دنیا از یه طرف سر خورد و رفت. رسول ادامه داد روستا خیلی عوض شده، قیمتا خیلی رفته بالا، خیابونا همه آسفالت شده، خونه ها رو همه رو کوبیدن ساختن، تو نبودی که ببینی. شب وقتی برگشتم مسجد قلبم سنگین بود. رفتم سراغ حاجی، همه چی رو براشون گفتم. حاجی چشاش باز پر از اشک شد، اما لبخند زد. گفت دخترم هر وقت خواستی بری روستا حقتو بگیری من باهات میام، تنهات نمیذارم. این حرفش برای من خیلی مهم بود. انگار یکی وقتی که خیلی ترسیدی بگه نترس بابا، من باهاتم. در مسیر روستا همه چیز عوض شده بود. جاده‌ای که روزی خاکی بود و پر از چاله چوله حالا آسفالت صاف و براق شده بود. بیشتر زمینا ساخت و ساز شده بود، ساختمونای نیمه کاره و خونه‌های نوساز. هیچ چیز شبیه روزای کودکی من نبود. وقتی رسیدن روستا زهرا از حاج آقا اجازه گرفت اول بره سر مزار مادرش. قرار گذاشتم بعد جلو مسجد هم دیگر رو ببینم. مزار مادرش وسط گلای خودرو گم شده بود. گلایی که انگار چند سال بی صاحب مونده بودن. زهرا تا دیدشون مثل همون شبی که در کودکی فهمیده بود که مادرش دیگه بر نمیگرده زانو زد. حق حق گریه شروع شد. افتاده بود رو خاک. سالها گریه نکرده بود، اما امروز گریه راه خودش رو پیدا کرده بود.
بعد از چند دقیقه نفسش آرومتر شد. از رو خاک بلند شد، دستاشو تکوند و برگشت سمت مسجد. همراه حاجی رفتن شورای محل. زهرا مدارک شناساییش رو آورده بود. املاک اونجا همه قولنامه‌ای بود. مردم هم دیگر رو از بیخ و بن میشناختن. چند نفر اعضای شورا آهسته با هم مشورت کردن، اسم پدر و اسم مالک قبلی، و همه میدونستن که سالهاست در اون خونه بسته شده و کسی سر نزده. بالاخره یکی از مردان شورا از اتاق پشتی یک کلید آورد و داد به زهرا. گفت برو دخترم، این حق توه. با حاجی رفتن دم خونه. همه همسایه‌ها خونه‌هاشون رو از نو ساخته بودن. کوچه هم دیگه اون کوچه قدیمی نبود. زهرا کلید رو انداخت و در قدیمی با ناله باز شد. خونه تقریباً هیچ نشونی از مادرش و از زهرا نداشت. زمان اونا رو با خودش برده بود. زهرا فقط چند دقیقه داخل خونه چرخید و بیشتر از اون دیگه طاقت نیاورد. در رو دوباره قفل کرد و همونجا تصمیم گرفت که خونه رو برای فروش بذاره. برخلاف تصورش خونه خیلی زود فروش رفت. اونقدر زود که خودش هم حیرت کرده بود. قیمتی هم که بابتش بهش میدادن باور نکردنی بود. پولی بود که میتونست زهرا رو برای همیشه از بیخانمانی نجات بده. زهرا بعد از فروش خونه روستا برگشت شهر با قلبی که انگار برای اولین بار بعد از سالها سبک شده. با همون پول توی همون محله‌ای که سالها کار کرده و زندگی ساخته بود یه آپارتمان جمع و جور و تر تمیز خرید. وقتی کلید خونه تازه‌ش رو گرفت حس کرد دنیا بالاخره یه بارم به نفع اون چرخیده. روزای بعدش پر از خریدای کوچیک و بزرگ بود. پرده‌های زیبا، مبلای زیبا، میز ناهارخوری که همیشه آرزو داشت، چند قاب عکس خوشگل، گلدونایی که نور پنجره تازه رو نفس میکشیدن. خونه کم کم رنگ گرفت. برای زهرا این فقط خرید وسایل خونه نبود. انگار داشت تیکه تیکه گذشته زخمیش رو رنگ میزد و دوباره زندگی بهشون میداد. گاهی در رو که باز میکرد و داخل میشد از شوق میخواست بال در بیاره. از باقی پول یه ماشینم ثبت نام کرد. بلا فاصله کلاس رانندگی نوشت اسمش رو. هر بار که پشت فرمون ماشین آموزشی می نشست حس می کرد داره مرزهای محدودیت‌های قدیم رو با دستای خودش میشکنه. مقداری از پولش را هم گذاشت سپرده ثابت. بهره ماهیانه کمک خوبی بود. پولی که با درآمد آرایشگاه قاطی می شد و برای اولین بار در عمرش زهرا به آرامش مالی هم نزدیک شده بود. با اینکه صاحب یه خونه واقعی شده بود هنوز بعضی شبها میرفت مسجد. پیرمرد و پیرزن مسجد تنها کسایی بودن که مثل خانوادش بودن. بی چشم داشت آغوش باز کرده بودن براش. بودن کنارشون حس امنیت میداد بهش. گاهی کمکشون میکرد. گاهی با هم چایی میخوردن. گاهی هم تو سکوت میشستن کنار هم. اما بیرون از اون دایره کوچیک دوستای زیادی هم پیدا کرده بود. دوستانی که اون رو همونی میشناختن که امروز بود. زن مستقل، مرتب، کاری، اجتماعی و خوشبرخورد آرایشگاه. کسی از گذشته زهرا چیز زیادی نمیدونست و خودش هم نمیخواست گذشته رو شونه هاش حمل کنه. اون یاد گرفته بود که گاهی سکوت بهترین سپر آدمه. اینطور بود که زندگی جدیدش آروم آروم شکل گرفت. با نوری از جنس اختیار و آینده‌ای که دیگه به دلش میشست. زندگی برای زهرا شبیه نیلوفری شده بود که از دل مرداب سر برمیاره. هر روز زیباتر، محکمتر، روشنتر و مهشید خانوم که به توانایی و پشتکار اون ایمان داشت فرستادش برای دوره کاشت ناخن. مطمئن بود زهرا با اون جدیت همیشگیش خیلی زود یکی از بهترین ها میشه. زهرا در کنار دوره تمام کارهای آرایشگاه را هم با دل و جون انجام میداد. پر از شور زندگی بود. هر روز چیز تازه‌ای یاد میگرفت. هر روز یه قدم نزدیکتر به رویاهاش میشد. چند مدل میز ناخن‌کاری رو دیده بود، عکساشون رو نگه داشته بود. همیشه در گوشیش دنبال مدل‌های جدید، رنگ‌های مد روز و طراحی‌های خاص میگشت. بدنش هم مثل روحش جان گرفته بود. ورزش میکرد، کار میکرد، یاد میگرفت. از نو خودش رو میساخت. گویی آبی هم زیر پوستش رفته بود. زیباتر، مرتبتر و پر انرژی تر شده بود.
زهرا زنی شده بود که به جای اینکه کوله باری از غم‌های گذشته رو با خودش حمل کنه، سبکبال آینده رو میساخت. آینده‌ای که قرار بود هیچ کس و هیچ چیز مانعش نشه. چند سال گذشت و زهرا حالا یکی از ستونهای اصلی آرایشگاه شده بود. زنی خوشرفتار، مهربون و همیشه خندون. مشتری‌ها همه دوستش داشتن. همکارا به او تکیه می‌کردن و مهشید خانم با خیال راحت کارای آرایشگاه رو به اون می‌سپرد. زندگیش رنگ تازه‌ای گرفته بود. با دوستاش بیرون می‌رفتن، رستوران، کافه، پیکنیک‌های آخر هفته، لباسای شیک و امروزی می‌پوشید، مواظب ظاهر و دلش بود. سالی 1-2 بارم سفر می‌رفت. سفرهایی که بیشتر از هر چیزی به اون حس آزادی و آرامش میداد. اما با همه اینها زهرا هیچ وقت مادرش رو فراموش نکرد. هر سال حفصینش رو میگرفت و راهی مزار مادر میشد. حفصین رو کنار سنگ مزار میچید، شمع روشن میکرد و سال جدید رو در کنار نام کسی شروع میکرد که سایش همیشه رو زندگیش بود. مادرش. برای زهرا اون لحظه اولین قدم سال بود. قدمی که با احترام، عشق و دعا شروع می شد. مرسی که تا آخر این داستان با من همراه بودین. اگه این داستان براتون آرامش، حس خوب یا حتی لحظه همدلی ایجاد کرد، ممنون میشم با لایک کردن و سابسکرایب کانال به من کمک کنین تا بتونم قصه های بیشتری براتون بسازم. نظرتون درباره این داستان چیه؟ خوشحال میشم توی کامنت ها برام بنویسین تا قصه بعدی براتون آرامش، عشق و روزهای روشن آرزو میکنم.